بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، شرح كتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها من الجزء الأول. إنك بعوني الله تعالى ما درس خود را دوام دهم از شرح کتاب درس های زبان عربی برای کسانی که به آن حرف نمیزنند. درسی امروزی ما یعنی قسم یکم، درسی امروزی ما الدرس الثامن یعنی درسی هشتم. موضوع درسی امروزی ما از چی عبارت بوده است؟ الاشاره الى المعرف بال، یعنی اشاره به آن اسمی که با یا که به وسیله ال معرفه شده است. بس یعنی که همون معرفه رو از نگاه اعراب چی نامیده می شود. مثلا یک چند مثال ذکر می کند که هذا الرجل تاجر، این مرد تاجر است. ذلك الرجل طبيب، آن مرد دکتر است. هذا البيت للتاجر، این خانه از آن تاجر است. ذلك البيت للطبيب، آن خانه از آن دکتر است. هذا الرجل التاجر خطأ است. ذلك الرجل الطبيب نیز خطا است. حاضر انشاءالله میفهمونیم برای چی خطا آمده ایستاده است. موضوع درس گفته ایستاده است که هر اسمی که بعد از اسم اشاره آمده است و در سر خود الف لام تعریف داشته باشد گفته ایستاده است. خب یک قاعده رو برای این ذکر میکنیم، که نام این قاعده چی می باشد؟ بدل میگویم. فهمیدید؟ یک قاعده است که این را چی نامیده می شود؟ نامش را بدل نامیده می شود. قاعده بدل. فهمیدید؟ همین خیل قاعده است که میگویم که اذا ابدل اسم من اسم او فعل من فعل تبعه في جميع اعرابه، وقتی که اسم را از دیگر اسم بدل میکنم یا که فعل را از دیگر فعل بدل میکنن، فهمیدید؟ همون اسم یا که فعل بدل شده تابعی آن میشود در جمیع اعرابش. هر اعرابی که دارد آن را میگیرد. و هو اربعه اقسام، بدل 4 قسم می شود. بدل الشیء من الشیء میگویند، و بدل البعض من الكل، و بدل الاشتمال، و بدل الغلط. ما دیگرش را یعنی نمیگذاریم، برای ما همین بدل الشیء من الشیء کفایت میکند. بدل الشیء من الشیء این را به دیگر تعبیر هم میگویند که البدل المطابق هم میگویند. بدلی چی؟ بدلی مطابق نیز میگویند. خب در بعضی جایها بدلی البدل المطابق می شود. یکی از همون جایها الاسم الظاهر المعرف بال بعد اسم الاشاره. الاسم الظاهر المعرف بال بعد اسم الاشاره، یعنی هر جا که اسم ظاهر آید. ما برای چی اسم ظاهر گفته شدیم؟ یعنی ضمیر را در نظر نداریم، زیرا که ضمیر را اسمی مضمر می نامند. هر جا که اسم ظاهر آید، آن اسم ظاهری که در سرش الف لام معرفه داشتگی باشد، همان بعد از اسم اشاره ذکر شود، آن را بدل مطابق نامیده می شود.
آن را چی؟ بدلی مطابق نامیده می شود. انا همین جا که هذا الرجل، هذا الهاء حرف تنبيه لا محل له من الإعراب، ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع بالابتداء. مدامی که ما مبتدا گفتیم، برای مبتدا ما باید خبر جویم. فهمیده؟ بارک الله فیکم. خب الرجل بدل، یعنی بدل من هذا. این را بدل از چی میگویم؟ از هذا میگویم. بدل از هذا گفتن اون معنا دارد که همون اعرابی که هذا یعنی که اسم اشاره به های تنبیه یک جای کرده ایستان برای خاطر معنا پر شود گفته، معلوم میشد که الرجل بدل بوده است. وقتی که این بدل باشد معلوم میشد که این تابع شده ایستاده است اسم اشاره را. ما گفتیم که اذا ابدل اسم من اسم او فعل من فعل تبعه في جميع اعرابه. وقتی که اسم را از اسم بدل میکنند یا که فعل را از فعل میکنند، بدل فعل را میمانند، معلوم میشد است که الرجل را از همین هذا یا که از ذا چی کردن؟ بدل کرده شد. فهمیدید؟ این بدلی ذا می باشد. بنابراین ذا اعرابش چی که باشد، الرجل هم اعرابش همین طور می شود. اعراب ذا مثلا فی محل رفع، یعنی رفع هسته. به طفیل الابتدا گفتن معلوم میشد که الرجل نمی شده است منصوب، الرجلی نمی شود مجرور، الرجل نیز مرفوع می شود. پرسند که چرا؟ میگید که این در اینجا یعنی که الرجل بدل من ذا، بدل از چی می باشد؟ از ذا می باشد. فهمیدید؟ همین خیلی قاعده است که این چی قاعده است؟ میگید که الاسم الظاهر المعرف بال بعد اسم الاشاره يسمى بالبدل المطابق. یعنی اسم ظاهری را که با الف لام ال معرفه شدگی است، بعد از اسم اشاره آید آن را بدل مطابق نامیده می شود. فهمید؟ الاسم الظاهر المعرف بال بعد اسم الاشاره يسمى بالبدل المطابق، غیر بدل مطابق نامیده می شود. فهمیده؟ معلوم می شده است که حالا ما خبر را نیافتیم، ما مبتدا را یافتیم. فهمیده؟ ذا مبتدا است، الرجل این هم رنگ مبتدا است، این هم حقوق و اعراب مبتدا را گرفته ایستاده است، اما خبر نیست. معلوم شده است که تاجر مرفوع بالمبتدا وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد منصرف. فهمت؟ ذلك الرجل طبيب، ذا اسم إشارة مبني على السكون، واللام للبعد، والكاف حرف خطاب، الرجل بدل مطابق، طبيب خبر اختصار كذا. هذا الرجل هذا البيت، ها حرف تنبيه، ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع بالابتداء. البيت ماذا؟ بدل. من أي نوع البدل؟ بدل المطابق، بدل المطابق. للتاجر اللام حرف جر، التاجر مجرور باللام وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره لأنه اسم مفرد منصرف. الجار والمجرور متعلق
بفعل مقدر. نعم بفعل مقدر، خبر غير مفرد. ذلك البيت للطبيب هم همینطور. برای چی اکنون فهمیدیم که هذا الرجل التاجر الف لام گرفته است؟ خبر باید که نکیره باشد. فهمیدید؟ خبر باید که نکیره باشد. ذلك الرجل الطبيب خطا است یا که الطبیب هم خطا. برای خاطر آن که ما خبر داده شدیم که این مرد دکتر است، کلمه طبیب باید که به الف لام باشد، نکیره باشد. فهمیده؟ بارک الله فیکم. اکنون دیگر نمود بدل را نیز، یعنی بدل مطابق با در کجا شدنش را میخواستم که ذکر کنم. الاسم بعد الکنیتی یسمى البدل المطابق. هر اسمی که بعد کنیه آید، هر اسمی که بعد از کنیه آید وی را نیز بدل مطابق نامیده می شود. مثلا میگویند که عن ابی حفص عمر بن الخطابی. عن ابی حفص، ابی حفص در اینجا چی می باشد؟ کنیه می باشد. عن حرف من حروف الجارة، ابي مجرور بعن وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف. حفص مضاف إليه مجرور بالمضاف، وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره لأنه اسم مفرد منصرف. عمر بدل عن أبي. این بدل از چی؟ از ابی شده ایستاده است. مجرور بالفتحة. لماذا؟ لأنه يمكن مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة. بجای کسره فتحه می آید، باید کسره می گیره. این بدل از ابی باشد، ابی که مجرور شو اینم باید کسره شود، لیکن کسره نمی گیرن، مجرور هست. بله مجرور هست بفتحه. لماذا؟ لأنه ممنوع من الصرف، لأنه غير منصرف. إنه غير منصرف منهما. فيه علتان من 9 علل. از 9 علل تا علت است. العلمية نوم خصوصي است، والعدل اینه انشاءالله الله هده میگذاریم. نعم. الاسم بعد اللقب، اسمی که بعد از لقب آید او را نیز چی نامیده می شود؟ بدل مطابق نامیده می شود. کدام اسمی که بعد از لقب آید. مثلا رحم الله زین العابدین علی بن الحسین. الله رحمت کند کرا؟ زین العابدین را که مراد از آن علی ابن الحسین، علی پسر حسین می باشد. در اینجا علی چی می باشد؟ بدل مطابق از زین العابدین می باشد. زینه این علیه می شود. خلاص در 3 جا الاسم الظاهر المعرف بال بعد اسم الاشاره، الاسم بعد الكنية، الاسم بعد اللقب. خب ما یک تشه در اینجا گذاشتیم. لمن از آن کیست؟ لمن سؤال عن العاقل، یعنی این سوال آیدی للعاقل یا که للعالم گفتن خوبتر است. لمن هذا البيت، این خانه از آن کیست؟ هذا البيت للتاجر، این خانه از آن تاجر است. در اینجا اللام تفید الملک، در اینجا لام افاده ملکیت رو میکند، یعنی خانه ملکی تاجر است. لمن ذلك البيت
آن خانه از آنی کیست ذلك البيت للطبيب آن خانه از آنی دکتر است امام خلفه امام و خلفه این هر دو ظرف های مکان می باشند ظرفی که دلالت به چه به مکان می کنند ظرف مکان خب السبورة امام الطلاب ما در درس‌های گذشته اگر در یاد داشته باشید گفتیم که خبر دخل می شود خبر دخل می شود السبورة مبتدا باشد السبورة مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد منصرف أمام ظرف ماذا مكان ظرف مكان وهو مضاف الطلابي مضاف إليه مجرور بالمضاف وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره لأنه اسم مفرد منصرف والظرف يعني متعلق بماذا نعم البته در این مسئله یعنی اساسا علما یعنی که بعد یک قسم علما گفتی که هستن که خبر می شود یعنی که هم تو خبر می شود ولی مثال گیریم درست آن است که متعلق بكائن فهمیدید متعلق بكائن برمیگرد که خبر در اینجا خبر شبه جمله شده ایستاده زیرا گفتیم که اگر خبر از عبارت از جار و مجرور باشد یا که از ظرف باشد در آن حال خبر یعنی جمله شبه جمله می شود و یعنی که اگر شبه جمله از ظرف باشد اگر این هر جو که ظرف اومد متعلق به چیزی می شود متعلق بمحذوف و هو الكائن یعنی از کلمه کان یکون کائن یعنی که هست می شود است که معناش چیه پیش تخته صنف یعنی دسکه در پیشی دانشجویان هست السبورة خلف المدرس اینم همین طور است یعنی که پیش تخته صنف در پسی مدرس است اینم خلف ظرف می شود این سیارة الامام نقلیات امام در کجاست هی امام المدرسه و در پیش مدرسه است فهمیده در اینجا اینه خبری پیش آمد بر مبتدا میگوید اینه یعنی اینه اسم استفهام مبنی علی الفتح في محل رفع خبر مقدم للمبتدا سيارة مبتدا مؤخر نعم مبتدا مؤخر وهو مضاف الإمامي مضاف إليه نعم هي أمام المدرسة هي ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع بالابتداء وشبه الجملة أمام المدرسة يعني خبر لأن أمام ظرف مكان متعلق بكائن فهمت وهو مضاف المدرسة مضاف إليه أين جلس حامد جلس خلف محمود حامد در کجا نشست جلس خلف محمود در پسی محمود نشست در نجي خلف مضاف محمود مضاف إليه أمام الطلاب أمام مضاف الطلاب مضاف إليه
هذا البيت للتاجرين هذا مبتدا گفتست، الرجل بدل. خب للتاجری اختصار کرده، خبر گفتست، خبر غیر مفرد میشد گفتن، خبر غیر مفرد جنو که از جور موجود. للتاجری اللام حرف جر، الله هده گفتست اللام حرف جر. للطبيب للمدرس لمحمد. خب ذلك البيت للطبيب مبتدا بدل خبر، خبر غير مفرد. امام خلف اینها ظرف مكان، هر کدوم ظرف مکان می باشد. حروف الجر من تفيد البداية، یعنی که حرف جر مثلا من برای افاده آغاز را میکنن، الى تفید النهایه برای انجام مقصد را افاده میکنن، فی تفید الظرفیه فی باشد افاده ظرفیه را میکنن، یعنی یک چیزی درون دار. الا تفید الاستعلاء، الا باشد افاده استعلاء، یعنی بالای چیزی را افاده میکنن. اللام تفید الملک، لام باشد افاده ملک را میکند، یعنی ملکی فلانی است، ملکی آن است، از آن اوست. برای مثال نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا، والحمد لله رب العالمين.